استاد اوگوی در جهان پاندای کنفو کار به عنوان قوی‌ترین استاد کنفو شناخته میشه، هم از لحاظ قوای جسمانی و هم توانمندی‌های روحانی. زمانی که تایلانگ با اوگوی روبرو شد، مبارزه توی یک چشم هم زدن به پایان رسید و توانایی‌های غیر قابل مقایسه اوگوی رو به معرض نمایش گذاشت. اما وقتی کای توی قلمرو فیزیکی اوگوی وارد مبارزه شد، درگیریشون اونقدر شدید شد که زمین رو به لرزه درآورد و ساعت‌ها طول کشید تا اینکه اوگوی کای رو به قلمرو ارواح تبعید کرد. و خب این قبل از این بود که اوگوی به حالت استادی برسه و کای هم یک جنگجوی ارواح بشه. این نشون میده که دوتاشون از اونجا به بعد به طرز چشمگیری قدرتمندتر شدن. درسته که مبارزه بین کای و تایلانگ توی قلمروی ارواح مستقیما توی فیلم نشون داده نشد، اما کارگردانا تایید کردن که این اتفاق میفته و در نتیجه اون کای چی تایلانگ رو جذب میکنه و حتی قوی‌تر از قبل میشه، چون توی مبارزه دوبارش با اوگوی اون قدرتش رو به رخ کشید. پس در نتیجه کای میتونه به راحتی تایلانگ رو شکست بده.